радиои фарҳанг гуфторҳои худро идома медиҳад. салом шунавандаҳои азиз, ҳоло аз хазинаи тиллоии радио романи иҷтимоӣ палатаи кунҷакиро аз рӯи асари нависанда Фазлиддин Муҳаммадиев бишнавед. ровӣ ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Ҳабибулло Абдураззоқов. حسن آدم‌های ما تا رفت زیاد می شود. اگر هم تو نمی شد من به تقدیرم به همه جبر و جفاهای کشیدم لعنت می خوندم. آرزوها جامعه عمل می پوشند. بله پسر، آفرین. ریش ایوان امک تازه تراشیده بود. از او بوی آدیکلون ارزان ترینای می آمد. باز از چه سببی از لباس بیمارستانیش بوی رنگ‌های مطبعه به دماغ می زد. همان بویی که از روزنامه تازه می آید. چشمان موی سفید چند قطره اشک فشانیده بودند و نامعلوم آب دیده‌اش را با آستینش پاک می نمود. ناصر عباس این منظره را از بالای کدش تماشا کرده به ابراهیم جان مهرآمیز تبسم می کرد. گویا می گفت که آره، گفته های پیرمرد به او نیز معقولند. از چی ننگ داری؟ برعکس فخر کن. اما این کاری قمر است بیشبه. او به دکتر گفته است، دکتر به ناصر عباس، وی به موی سفید. حالا به همه شهر آوازه می شود. در کوچه باد وزان بود و شاخه های درختان را خم کرده به تیریزه های پلته می مالید. پرتوی آتشی سر مقبره شهیدان در روی دیوارهای خانه الوانج می خورد. چراغ را در نمی گیرانیم. به اهل پلته سوال داد ناصر عباس و در روی کتش نیمخیز شد. هم تو نغز معلم، گفت کریم جانکه. هر 4 نفر روی کتهای خود می خوابیدند. اکنون تا وقت خواب دیگر کاری نیست. فقط ساعتهای 10 شب دکتری نوبتدار می آید، از در می درآید و سلام داده همه را از نظر گذرانیده احوالها چطور گفته سوال می دهد. اگر کسی به کمک او احتیاج داشته باشد عرض می کند و اگر نه خوشباشی کنان برمی گردد. اندریش از سرگذشت ها 4 تا نقل می کردید. با التجا گفت کریم جانکه چه خیلی سرگذشت؟ دیده و شنیده هایتان ده؟ مطل نمی خواهی؟ سرگذشت خودتان عجایب تر. خیر اگر نخواهید مطل گویید. بود نبود، بودگار بود. زمین نبود، شدگار بود. یک کاسه دوغ بود، همی کشت دروغ بود. می شود؟ کریم جانکه چیزی نگفت. با سکوت خود فهماندنی می شد که بچه نیست، رنجیده است. اولی شب چراغ نافروختن در این خانه عادت شده است. عادتی بیجانی است از دل گذرانید ابراهیم جان. و هر شب به پرتوی چراغ جاوید چشم دوخته خیالش به کیم کجاها می رود. تماشای آتش برایش از کودکی معقول. در یگان گوشه حولی یا کوچه با جوره هایش گلخن افروخته تا نیمه شب کاغذ کهنه و شواخ و تخت پاره ها کشانیده گرد آتش رقص و بازی ها می کردند. چند سال قبل از این از در ریل و چاپ فواره گاز برآمد. ناچار آن گاز را آتش در دادند تا که به سلامتی مردم ضرر نرساند. ستونی بزرگ آتش نعره‌کشان به آسمان پیچید. مردمی کنجکاو شبها به لب دره آمده از دور تماشایش می کردند. ابراهیم جان نیز گاه این و گاه آن معشوقه‌اش را همراه گرفته به تماشا می برد. حفصله دیگر هنگام طلبان پیر شد، ولی ابراهیم جان همچنان هفته 2 بار به قریبی های مشعله معظمه غران رفته از آتش چشم نکنده می ایستاد. بعضن در دل می گفت که در نهاد وی کیم چگونه نقصان معنوی هست، کیم چقدر متخصصان از آتش سوختار به تشویش افتادند، برای بسنی راهی از چاره ها می جویند، مجلس و مشورت ها می آرایند، دوغیج می کنند، مبلغ دولت خرج می شود. از آذربایجان و باشقرزستان استاها را دعوت کردند، اما او ماشین سوار آمده
گلخن تماشا می کند. از حسن زبانه های مشعله، از خورش مقتدر آن که شبانه تا به گوشه های دوری وادی پهناور می رسد حلاوت می برد. یا این تأثیر خون اجدادانش باشد، اثر خون آتش پرستان. آخر نشانه های وراثت هزاران سال پاینده می مانند. اندریج با صدای التجاآمیزی کریم جانکه شنیده شد. ها، نقل کنید، برکه یابید. ای تو از نقل جنگ یگان وقت سر می شوی یا نه؟ فیلم درباره جنگ باشد دویدن پیش تلویزیون می روی، روزانه تا گرفتن آواز از جنگنامه می خوانی. خیر اندریج، جنگنامه دیگر، قصه های شما دیگر. یک تا گفته بودید که درباره برادرتان دادری حسنکه. این مردکه بینیده اکنون به دیگران شنوانیده می گفتی وانمک قصه جنگ، حکایت جنگ، داستان جنگ. به دست یگان مخبر خارجی افتی از بالای تو میلیون پول کار میکند. انا دلیل زنده جنگجویی آدم های سویتی میگوید. در خواب شبش هم جنگ را میبیند، میگوید. نامعقول میکند. سخت کرده گفت کریم جانکه من از جنگ بیزار، لیکن اگر جی مکک نشسته یگان فلاکت خیزانند در خانه آن باش کشیده نمیخوابم. اکنون به من توی احتیاج هم نیست که در آمدی گپ گفتم ده. اندریچی شما بلا چکویه گپ نامعلوم به دیگر طرف میبریده. حکایه کنید جان اندریج، نقل کنید که. خیر چی نقل کنم؟ خیال آمیز گفتو چیزی گفتن در کار که اقلا در کتاب ها ننوشته باشن. چی گفتی؟ بارکالله اندریج، من هم انا همین خیلش میگویم. میدونی برای چی به پولک یکمی ما پولکی سواره آلای نام داده شده بود؟ گوش کن. پولک فوزل مقسوم را در جنگ قلعه لبی آب شکست داده به درواز گریزانید و خود راهی جرگتال را پیش گرفت. با آنجا از فرغانه دو دسته کلان باسمچی آمده بود. یکی دسته برادری کوری شیرمت نورمت بینگ باشی، دیگرش از آن اسکر پالوان. آچلخان نامبای سردار قرغزهای کچک آلای بود. وی به زبان روسی گپ زده می توانست چون که در اولیاءاته حاضر شهر جنبل تحصیل کرده بود است. آچلخان از فرمان بیکا قرباشی ها سرپیچیده است. آنها می گفتند که ما مال و ملک تو را از دست کافرها، یعنی ما از کران سرخ حمایه می کنیم، تو به ما انداز بدی. وی گفته است که مال و ملک من نوی کرده خودم محافظت می کنم. هم تو گفته باج و خراج در این کرده قرباشی ها را ادا نکرده است. انا همان دو دسته باسمچی برای جزا دادن او و ستانیدن انداز آمده بود. آچلخان گریخت. فوزل مقسوم در جلگتار آزوقه اسباب معیشت جمع کرده بود است. از بس که پولک ما با سرداری یوگنی میخایلچ کرافتسوف فوزل را گریزانید، اسباب معیشت به ما ماند. راستی گپ از نیمتنه های گوسفند، فطیر و مسکه دیده از ذخیره جوبیده بسیارتر خرسند شدیم. عادت عسکری سوار این که اول شکمی اسبش را سیر می کند، بعد غمی خودش می خورد. آوازه پولک ما را که ها هم شنیده بودند. نورمت مینگ باشی و اسکر پالوان حتی به ما روبرو نشده کندند. پیشتفی پولک با دوربین گروه های دنبالی حریف را می دید، اما رسیدن مشکل بود. عقبه قرموغ کلان یخپوش بود. پیریخ های 1000 ساله، مردم محلی خصوصا جبار قرغز یاربندی نمی کردند. رسیدن نمی توانستیم. البته از کجای تخمین 900 دانه نمدی کلان یافته آمدند. بروی یخ نمد پرتافته اسبها را از جلو داشته پیش می رفتیم. نمدها را از قطعه گذشته همان غنداشته آورده باز به پیش می انداختیم. گاه ها 200-300 قدم مسافه را بی نمد، لیکن احتیاط شده گذشتن میسر می شد. ثانی باز نمد می پرتافتیم. مبالغه نیکویه، لیکن این یوریش یک قدر باشد هم یوریشی مشهور سوارو را از بالای الب به خاطر می رسانید. 9 کیلومتر دو طرف عقبه به همین منوال طی شد. باسمچی ها جسد نصف یگیت های تعریفیه شانه در کچک آلای پرتافته
باقی ماندهشان گریختند. پولک آنجا 12 روز ایستاد. آچیلخان گشتاق آمد. همراهش 10 قالین عالم پناه آورد که به کماندیرهای جسورتان به پالوان اسکرها هدیه کنید. کمیسری پولک ژوکوف مرحوم ایوان ایوانویچ به آچیلخان گفت که به ما تحفه لازم نیست. لیکن او هیچ صرفا نمی رفت که چرا اسکرها به عوض آزادی آوردهشان پیشکش نمی گیرند. نصرت الله مقسوم همراه ما بود. نماینده رسمی جمهوریت خلقی بخارا و متصدی تأمینات قشم بود. نصرت الله مقسوم به آچیلخان دیگر خل کرده فهمانید. شریعتی ما نمی بردارد گفت. برای اسکران سرخ هدیه گرفتن اوال. آچیلخان قانع شد. بعضی ها مصلحت می دادند که قالین ها را به چرواداران کم بضاعت قرغیز دادند در کار. اما یوگنی میخایلیچ گفت که باز اندک صبر باید کرد. به قریبی هم قالین ها هم رمه و غله ها را خود کمبغلان صاحب خواهند شد. انا بعد همین یوریش پولک ما پولکی سواره آلای عنوان گرفت. رحمت اندریچ باز گویید لیکن از کارهای خودتان نقل کنید. ناصر جان آواز ایوان امک بلندتر شد. شما نشنیدید در حق بعضی اربابان خائن دوره انقلاب میگویند که فلانی را دشمنی روی راست گفتن روا نیست و یعنی که آدم مرکب بود چون که زاده زمان مرکب بود. یک شخص حتی درباره عثمان خوجه پولاد خوجه که رئیس کمیسی دیکتاتوری بود همین طور گفته است. سیاه‌سفید کنی البته کار غلط اندریچ، اما بر مقابلش دلیل در کار. به زبان علم گوییم برهان قاطع لازم. او چخیل دلیل؟ او خائن دفتر خاطرهش را از نقل خیانتهایش پر کرده میراث نمیماند کو. شاهد زنده مگر دلیل نیست؟ از من بر این پیرکی های آن دوره در تاجیکستان 2-3 کس مانده است. مقال خوب تاجیکان است که آدمی زاد امروز تر پگاه خشک میگوید. همین که 1-2 موی سفید هم از عالم چشم پوشد بعد چی می شود؟ اندریچ همین که از اینجا برآمدید به اینستیتوت تاریخ بروید. شما روسا هم یک مقالی خوب دارید که اگر کوه به پیش محمد نآید محمد به نزدیک کوه بیاید. میروم. یک مراتبه مکتوبه که نوشته بودم یاد دارید خادمش کافته به همینجا آمده بود. باز می نویسم یا خودم میروم. های اندریچ به مابین سخن در آمد کریم جانکه. شما گپ را به دیگر طرف برده ایستادید. آن نقل کنید همان پولاد خوجه چی کار کرد؟ پولاد خوجه نه، عثمان خوجه. پولاد خوجه نامی پدرش گفت ایوان امک با حرارت شخصی که سرگرمی بحث شده است. چی کار میکرد؟ از روی شانه میزد؟ از تکفانه؟ هنگامی که پولک دویمی سوار به حصار رسید گفت که امیر دینایک گریخت. زود تعقیب کنید. پولک سراسیمه از کران شهید شده را زیر قلعه حصار دفن کرده از پی امیر افتاد. بعد معلوم شد که عالم خان کیه ها از آمو گذشته بوده است. پلهای چوبین ینگی بازار، پلی سنگین آتش زده شده بود. غارتگران دولت منبی و توغیسری از کمینگاه ها به سری پولک حمله آورده آسیبی زیادی می رسانیدند. یوریش با تلفاتی کلان انجام یافت. خانه سوخته. به غضب آمده از جاش برخاست کریم جانکه. قصه دوام دارد. هر دو پولکی سواره یکم و دویم سپارش گرفتند که محلهای تاجیکستان را دور زده با روحیه مردم شناس شوند. در عین زمان چی بودن ارمه سرخ سر ملت، نیت خیر آن را، مناسبت آن را به مسئله های ملی، به آب و زمین فهمانیده و دوشنبه برگردند. فرماندهان می بایست از تأثیرات همین سفر خلاصه برآورده یا آید به ماندنشان در بخارای شرقی یا در خصوصی برگشتنشان به سمرقند خلاصه می برآوردند. پولک یکمی ما به قزل مزار، حالا رایون سوید، یخسو، دنغره، پس به واسطه سنگتوده به قرغان تپه و ثانی به مرکز کلان تجارت قبادیان سفر کرد. از آنجا به شوریان باش ساحل چپی کافرنیهان آمد.
полки дуюм бо маршрути муъминобод, ховалинг, балҷувон, кангур, тутқавул, норак, янгибозор баробар омад. усмонхоҷа ба одамонаш таъин кардааст ки дар ҳама ҷо полкҳоро бо иззату икром пешвоз гиранд, тавре вонамуд кунанд ки дар сартосари кӯҳистон як бадхоҳи ҳукумати нав нест. воқеан ҳамин найранг ба усмонхоҷа кор дод. ҳар ду полки бунёди қувваҳои мусаллаҳи ҳокимияти нав буд ба ихтиёри штаби фронти Туркистон баргашт. ана баъд дар бухорои шарқӣ воқеаҳои хунин, талаю тороҷи мардуми бенаво сар шуда рафт. хайр, Андреич, акнун аз саргузашти худатон ҳам ҳикоят кунед. боз чақид Каримҷон ака. гуфтам ку. не, саргузашти худатон исрор мекарду аз иштирокатон дар ҷангҳо, ақаллан чӣ хел ярадор шуданатона гуфта будед ку 6 маротиба ярадор шудаед, 3 бор дар ҷанги якуми ҷаҳон ва ҷанги гражданӣ, 3 бор дар ҷанги ватанӣ. норозиёна хӯронгоз зад Ивон амак ва хомӯш монд. майлаш, Андреич, гӯед набошад Каримҷон ака шуморо хоб рафтанӣ намемонанд. хайр, фарз кардем ҳамин шаб шаби хотираҳои шумо шуд. ҳеҷ воқеа не? Ивон амак ҳамчунон сокит буд. дар ҳавои нимторик маълум набуд ки фикр мекунад ё ҳам ту ба бартави машъала нигоҳ карда мехобад. дар ҷангҳои шадиди бисёре иштирок карда, корнома он сӯи зад аз саргузашти оддияш нақл накардани ӯ ба Иброҳимҷон ҳам ғалатӣ менамуд. фақат шабе ки аз марги фоҷиавии дӯсташ Ҳусейн дар марғзори соҳили наҳр нақл мекард, дар разведка иштирок карданашро хотиррасон карда буд. ҳамонро ҳам барои таъкид кардани чунин нуқтае ки маҳз Ҳусейн боиси халосии ёрон ва хуб анҷом ёфтани корзор гаштааст. аҷиб! ҳамроҳи рафиқони ҳамяроқаш аз тарафи клуби ветеранҳо ба мулоқот рафта чиро нақл мекарда бошад? нахат фақат аз корзори ёру дӯстон ҳикоят кунад. пас оё шунавандаҳо савол намедиҳанд ки ин як сари сина орденҳоро ба шумо фақат барои ҳамроҳӣ бо рафиқонатон доданд? аз қаҳрамониҳои худам, аз шуҷоати бемисолам ҳикоят кунам? пурсид Мӯйсафид. бале, лекин бекиноя. 30 октябри соли 1917, 8 рӯз пеш аз ибтидои инқилоб, полки 4-уми казакҳои Кубанро беяроғ кардем. дар стансияи Зарубинец, роҳи оҳани Христинов. ба ҳофиза қоил мане? азил гузаронед Иброҳимҷон. ҳама сана, ҳам номи душвори мавзеъ, номи кӯҳнаи роҳи оҳан ҳанӯз дар ёдаш зинда. аксарияти полк аз ҷанг безор буд. барои ҳамин ба як ротаи мо таслим шуд. лекин дар байни казакҳои бебок ҳар гуна одам ёфт мешавад. ба онҳо суҳбат гузаронидан лозим буд, яъне митинг. ба ҷои командири рота ман ба болои дрезина баромадам. ҳис мекардам ки пои бараҳна ба дами шамшир мегардам. феъли хӯи казакҳо маълум. агар касе ба ман тир наандозад, мӯъҷиза мешавад. лекин мӯъҷиза нашуд. баробари сухансар карданам тир андохтан. нармаки гӯшамро сӯзонида гузаштон тир. казакро дарҳол даст гирифтан. боз чӣ гӯям? Каримҷон ака, ман пагоҳ ба духтур арз мекунам ки Андрей чӣ сил кардед? ҳазломез гуфт Носир Аббос. кифоя шуд. ҳазор раҳмат, Андреич. акнун як чойи пӯбагӣ менӯшем. баъд шоҳнома мехонем. пичинг партофт Ивон амак. не, шоҳнома пагоҳ насиб бошад. айнак маза надорад. кайҳо боз навашро гирифтаниям. ӯ барои чой бирафт. ҳоло чойники калони сирдорро аз чой пур карда оварда ҳамаро ба сари миз кашола хоҳад кард. ин палата вагони поезд барин. ба худ андешид Иброҳимҷон. касро зиқ шуданӣ намемонанд.
هنوز کریم جانک برنگشته از بیرون از تکی تیریزه صدای پسرش برآمد که او را جیغ میزد. وی خبر آورده بود که زنش پسر زایده است. اولین پسر نبیره. خطاب میکرد پس از دقیقه کریم جانک: اکنون این احوال تماشا کنید. 4 مرد بتون 4 کته بند کرده خوابیده ایم و نیم تا عرق برای این خوشخبر مایده کرده نمیتوانیم. اقلا نیم تا. هر روزی مرد از این سیاهتر می شود. کمیتیتی نجات آمد. کمیتیتی نجات با کله قمر گاش قائل شدن در کار. دیوانه. کمیتیتش 3 اعضای و 1 رئیس داشته است. خودش را رئیس تعیین کرده است. حالا قمر و ینگه ابراهیم جان در پایان موندند. برادرش و سردارش در آمدند، زیرا با عیادت 1 بیمار عادتا حتی 2 کس را یک بار راه نمیدهند. از روی تعامل شیر هیئت کمیتیت ها، کمیسیه ها، کلیگیه ها تاخ می شود. لیکن شیر ما 4 نفر بهبودی وضعی دادرش را دیده خرسندانه می گفت: برادر، رئیس ما شیر دیگر کس را قبول نمی کند. این کس همراه اکا به سردار گروه کناخرانی که اشارت نموده برای تو شیر با قرار ورقه اعزامی تیار کرده ماندند. ها، گفت سردار به علامتی تصدیق سرجنبانیده. در دنیا آدمی حلیم و خاکسار و کمگم 2 تا باشد. 1 تاش همین. 1 تا باشد خودی او. از دل گذرانید ابراهیم جان. از وی چند سال کلان و 1 بار تو نگفته است. بارها 1 روز 2 روز به کار نمی برآمد. اقلا 1 دهن سرزنش نکرده است. از قبیل افرادی است که به نیروی وجدان اعتماد دارند، حتی اگر خوب بدانند که وجدانی کس در خوابی گران است. با وجود آن امیدی می پرورند که امروز نه فردا حتما بیدار می شود. تا به تنگ ریخت با نوازش می پرسید سردار و طوری وانمود می کرد که از عیش این جوان خبری ندارد. ابراهیم جان هوشیار می شد. از حیا زمین نمی کفید که درآید. نه هم می گفت نه نامعین کیتف می جنبانید و بس. روزی به استودیو آمد که در کابینتش یله. سردار از تک میز کاریش از پس جیوان شیشه های خالی مشروبات را می برآورد. قمر و فراش زن بیرون برده به قطعه اخلاق می انداختند. سردار شیشه های شکمدار گردن درازی غرایب شکل عرق و کنیک های خارجی را لحظه ای در دست نگاه داشته نوشته های طبقه آن را می خواند. کمیو، ویسکی، ناپلیون. زیر لب می گفت: ناپلیون، بیچاره بوناپارت، خیر سزای سرش. و از افتش از خیال میگذرانید که اگر روزها به یگان نوی شرابشان کوتوزوف نام میدادند، اگر ارمنی ها بهترین کنیکشان را داوود ساسونسیم می نامیدند، یا تاجیکان نامی مقنع یا تیمور ملیک یا واسی را به شراب انگوری میدادند، مردم حتی هواداران باده و می آتشین می شدند. هر طایفه را خصلتی است. خیام وصاف بزرگ خرمی، سناخان بی نظیری باده ناب است، لیکن نام او را در بالای شیشه های عرق دیدن ناهنجار می بود. ابراهیم جان به قمر علا نگریسته با چشمانش می پرسید که در را تکشادی، نابکار، خائن. قمر نیگویان اشاره می کرد. به سوی فراش زن ایما می نمود. حتی همان روز سردار به خود ابراهیم جان 1 کلمه طعنه‌آمیز نگفت، لیکن شیشه کشانیش از 100 تازیانه سخت‌تر رسیده بود. ابراهیم جان دیگر از دروازه استود 1 قطره شراب ندر آورد. برادرش نزد ناصر عباس رفته با او صحبت می کرد. سردار پیش ابراهیم جان خاموش می نشست. با او با نظر پر از مهر می نگریست، چنان که پدران مشفق با فرزند یکا و یگانش بعد برگشتن از سفر پرخطره همین گونه نظر می دوزند. و شما هوای کسلواتسک فایده داشته است. خواهید 2 ماه میمونید مثلا پختگی؟ رحمت سردار،
من نمیارزد. ابراهیم جان بیهوده نگفته بود که پلت کنجکی آنها به اصطلاح سندکاران پلت قهرمانان ایجابی است. خودشان هنوز از غزلخواننده برآمده الکه به کورارت و سناتوری ها و رقه اعزامی تیار، هم برای او هم برای ناصر عباس. کریم جانکه هم شاهنامه اش را برداشته به خانه استراحتی زوادش می رود. ایوانمک باشد باری در عمرش به سناتوری نرفته است و رفتنی هم نیست و هر روز زرداد خان را گرم می کند که زودتر جواب بیدی. ایدی خلبه نزدیک می شود، همراهی بچه ها به ملاقات ها رفتن ضرور. لیکن اعتراف می کرد ابراهیم جان مرا به قطار اینها خرامان در آورد. نباشد خدا می داند که به چه حالی می رسیدم. خرامان، چه خوش که زنده ای، صحت می یابی، وگرنه زندگی من چی معنی داشتی؟ خرامانی من، سروی خرامانی من، هستی من، حیاتی من، روح و روانی من. او به گسلی سردار و اکهش برآمد. همراه اکه در دالان از زیری بغلی دادرش گرفته به گوشش پیچی راست زد. شیر، برای خرامان هم ورقه اعزامی فرمودم، لیکن شیر از دیگر جای، در سناتوری ما. شیر، سناتوری وزارت کارهای داخلی. از منصب استفاده بردم. یک بار شیر، هیچ واقعا نی، برای خواهرم در کار گفتم شیر. رئیس کمیته محلی گفت که خواهر نداشتید کو؟ گفتم که شیر دارم، تو نمیدانی. اکه شما خیرمان را دیدید؟ شیر، کمیته نجات به چی در کار؟ رئیس کسافه نپرسید که چرا فامیلی خواهرتان دیگر نه شیر. من شیر خرامان عالمی نویساندم. از اینجا برایت خودم شیر پاسپورتش عوض کنانیده میدهم در نیم ساعت. شیر. نفس ابراهیم جان تنگ شد و از را باز ایستاده گلویش را با دست مالش داد. شیر، خودت دست گیر، نزن شیر، آدم عصبش لجام میزند. تو شیر یگیتی کلان کو. ابراهیم جان به علامت رضا سر جنبانیده به راهش دوام نمود. به تغییر فامیلی راضی شد. نباشد چی؟ تو شیر بلوچه و از آن طایفه نیست که به رضایتش موی را از سرش کم کند. ابراهیم جان میبالید که برادر از انتخاب او راضی است. اوه، پیشتر چی روزهای را به سر او نآورده بود این مردک؟ به چی گونه شکنجه ها انداخته بود آزادی و استقلال او را، عزت نفس او را. زن در خانه و تو سگی سکل تو برین در کجاها میگردی؟ گویان استنطاق میکرد. گویان نمیدانست که بزن زورنگ گرفته دادهشان رغبتی ندارد، مهر و محبت یک سماند. شب ابراهیم جان در خانه یکی از معشوقه هایش میخوابید. این بار یکم نبود، 20 هم نبود. шунавандаҳои азиз, ёдрас мешавем ки шумо аз хазинаи тиллоии радио романи иҷтимоии палатаи кунҷакиро аз рӯи асари нависанда Фазлиддин Муҳаммадиев дар қироати ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Ҳабибулло Абдураззоқов шунидед. анҷоми гуфтори 18. шоду муваффақ бошед.